دعای کرب، دعای مشقت. وقتی که به سرتون وزنینی آمد، دیگر نه یاری، نه دوست، نه شنونده، نه یاری دهنده کسی نمون غیر الله جل جلاله. وضعیت وزنین، دیگر کسی قدرت ندارد که شما را دستگیری کند. دعای کرب را میگوید، دعای مشقت. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش الكریم. این حدیث برادرها سفسطه های عرب یا افسانه های هندی گفتیان، خیلی نیست. حدیث بخاری و مسلم است. در صحیح بخاری و در صحیح مسلم ثابت است. پیغمبر شما این حدیث را میگفتند، دعا را میگفتند وقتی که به سرشان مشقت آمد. دعا را 3 مراتب تکرار میکنم تا اینکه برادرایی که حفظ میکنن حفظ کنن. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم.